بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی بخشنده مهربان. در بخش صدای سلامت میشنوید از درمان‌های ساده و آسان و خاصیت‌های گیاهان. در این بخش آشنا می‌شوید با بیماری‌ها و درمان آنها. سلام و درود بر شنوندگان عزیز رادیو مهر. خوش آمدید به برنامه خودتان، برنامه صدای سلامت. من محمد حکیم هستم، مجری برنامه رادیو مهر و محقق طبی نیاگان. امروزه بسیار کسانی هستند که از ضعف حافظه شکایت میکنند. به همین خاطر بود که من یک تحقیق انجام دادم در رابطه با اینکه چیکار کنیم تا حافظه بهتری داشته باشیم و چیکار کنیم تا مطالب را فراموش نکنیم. ما در طب سنتی سعی میکنیم تا بیماری ها را از ریشه شناسایی بکنیم و از ریشه درمان کنیم. اگر بیماری را از ریشه درمان کنیم، دیگر گرفتار آن بیماری نمی شویم به شرط پرهیز. ولی اگر بیماری را سطحی و ظاهری درمان کنیم، ممکن است که بیماری دوباره برگردد. ریشه کم حافظگی و فراموشی و کند ذهنی را در طب سنتی حکما و دانشمندان این علم رطوبت مغز دانستند و همینطور برعکسش علت تیزهوشی و حافظه بلند داشتن را خشکی مغز گفتند. با این قاعده ریشه کند ذهنی و حافظه ضعیف برمیگردد بر رطوبت مغز. پس با این حساب بیایید چیزی بخوریم که رطوبت مغزمان کم شود تا حافظمان قوی شود. در طب سنتی و کتاب‌های طبی نسخه های زیادی گفته شده است در این باره. من سعی کردم راحت ترین نسخه و قوی ترین نسخه را برای شما پیدا کنم و خدمت شما بیاورم. بسیاری از افراد بر این باورند که نمی توانند بر روی مغز خود تغییری انجام دهند و یا در بهتر عمل کردن آن. به این معنی که هر کس با توانایی‌های آفریده شده که تا پایان عمر به همان اندازه باید با آن زندگی کند و این مسئله را تقدیر الهی می‌بینند. میگویند بعضی از افراد در خلقت حافظه خوبی دارند و فراموشی یک چیزی جدا ناپذیر است و نمی‌توان آن را از خود جدا کرد. اما باید بدانند که این طور نیست. حافظه را هم مانند بسیار دیگر از توانایی ها می توان تقویت کرد. شما هم می توانید از فراموشی ها نجات پیدا کنید. اگر علاقه به این موضوع دارید، با ما همراه باشید. مویز. نسخه که من امروز برای شما آوردم خوردن مویز در ناشتا است. یکی از مواردی که کمک میکند در تقویت حافظه و انسان را از فراموشی نجات میدهد مویز است. از قدیم برای تقویت مغز و حافظه خصوصا برای کودکان آنها را به خوردن مویز توصیه میکردند.
در احادیث هم به فایده ناک بودن مویز در تقویت مغز و حافظه و پیشگیری از فراموشی اشاره شده است. مویز دارای ویتامین های بسیار بوده و می تواند از بیماری ها از جمله آلزایمر پیشگیری کند. اگر می خواهید به داشتن حافظه قوی معروف شوید و مشهور شوید، مویز را فراموش نکنید و مویز را در میان وعده های خود جای دهید. مویز یک میان وعده مغذی برای مغز و حافظه است. نسخه های دیگری هست که در برنامه بعد خواهم گفت. شنوندگانی عزیز، سوالات و پیشنهادهای خود را که در رابطه با بیماری یا تیبی یاگان است به شماره واتساپ +49 177 390 99 94 ارسال کنید. سوالات و پیشنهادات شما برای ما بسیار ارزشمند است و حتما به آن پاسخ خواهیم داد. شنوندگان عزیز، ما در برنامه‌های آینده در رابطه با بیماری‌ها و راه‌های درمان ساده آن صحبت می‌کنیم. دوستان فارسی زبان، لطفاً برنامه ما را دنبال کنید. امیدوارم از این برنامه استفاده لازم را برده باشید. تا برنامه بعد، برای شما شنوندگان رادیو مهر آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. تا برنامه بعد، خدا حافظ.